سلام به همه همراهان عزیز. امروز اومدیم با آموزش 2 مدل لباس. آموزش اول که تو تصویر میبینید و قسمت گردنش رو میایم طراحیش میکنیم. این اندازه ها دست خودتونه، هر اندازه‌ای که دوست داشته باشین رو میتونید شما طراحی کنین و من به این صورت بازه یقم رو طراحی میکنم. گفتم همه این اندازه ها دست خودتونه، کمتر بخواین یا بیشتر. و قسمت خط کمر که میایم 1.5 سانت از وسط جلو علامت میزنیم که این قسمت برش پهلومونه. از قسمت حلقه که قبلا طراحی کردیم علامت میزنم 10 سانت. این اندازه ها میگم کمتر بخواین بیشتر بخواین دست خودتونه و به این صورت من اومدم طراحیش کردم و این قسمت اضافه رو برش میزنیم و دور ریز کارمونه. قسمت پشتم به همین صورت هلالش رو طراحی میکنه، با توجه به قسمت جلو هلال پهلومونم طراحی میکنه. برای دامنمون احتیاج داریم به الگوی کامل جلو که قسمت رو تا میزنیم برای طراحیش و از قسمت وسط هم 1.5 سانت میریم داخل و 2 سانت هم میایم پایین و این برش رو به این صورت طراحی میکنیم که وصل میشه به بالتنه جلو و پشت. و باز شدهش به این صورت میشه که برشا به پهلو اینطوری مدل اشک یا مدل چشم توی پهلو باز میشه. و این قسمت روی پا که حالت برش داره رو میایم طراحی میکنیم با توجه به سلیقتون، سمت راست باشه برشتون یا سمت چپ فرق نداره و میایم اینو از قسمت خط بازن برش میدیم به تقریبا وسط خط جلو به این صورت طراحی میکنیم که بازم گفتم اینا همه طراحی یا سلیقه است. کمی میخواید بیشتر باشه یا میخواید کمتر باشه بازی روی پاتون و این قسمت ریز کارمون میشه و همینطورم برای الگوی پشتمونم انجام میدیم و به همین صورت روی پارچه میذاریمشون روی دولا و دامنمون روی یک لا. قسمت های سرشونمون رو میدوزیم و بعد پهلوها رو به هم وصل میکنیم. قسمتی که 3 سانت هستش رو به این قسمت دامنمون که 3 سانت برش زدیم این دوتا رو به هم دیگه میدوزیم و به هم دیگه وصل میکنیم و این هم فاینال کارمون.